سلام دوستان، منم ممدی هستم و امروز اومدیم تو خونمون رو وسیله گیمینگ بچینیم. چی میدونم، اتاق پسرونه، پی سی، کنسول، تخت اینا بچینیم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله هم بزن که هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر بشید. تو این اتاق کوچیک باید همه اینا رو بذاریم. وسیله تو هم میشه. حالا چه کنیم؟ بریم سراغ ویدیو. آقا اول باید میز رو اینجا بذاریم و مانیتور، صندلی گیمینگ و کیس رو اینجا بذاریم. همه اینا هم RGB و خیلی خفنه. همه کیس، چی میدونم، صندلی، کیبورد و موس RGB و خیلی خفن شد. جاشم بدک نیست. آقا بعد گیم اینا دیگه چی میچسبه؟ بعد گیم یه ویو خفن رو به، چی میدونم، درخت، طوری بعد گیم پاشی رو به درخت ویو داشته باشی، شاید خفن میشه. اینم اینجوری گذاشتیم که خیلی بهتره. و الان کنسول باید بذاریم. اول میز میخوایم، ایکس باکس رو گذاشتیم، RGB، میگم صندلی ها رو گذاشتیم، مبل گذاشتیم و تلویزیون هم گذاشتیم. فکرم تلویزیون گفتم. حالا و نتیجه این شد خیلی قشنگه. 3 نفر جلو، 2 نفر مثلا تماشاگر عقب. الان باید 4 تا چراغ بذاریم که خونمون نورانی تر بشه و ایکس باکسمون هم RGBه و تخت رو اینجا میذاریم. کولر گازی، خیلی راحت میخوابیم، خنک میشیم و قفسه. آقا دیگه از، چی میدونم، پی سی و کنسول دیگه خسته شدیم. اینجا یه دونه لپتاپ میذاریم. صندلیش هم کدوم وری؟ این وری میذاریم. راحت بتونیم تک نفره بازی کنیم. اینا ایکس باکس رو ببینن و ما هم لپتاپمون رو راحت بازی کنیم. و تا اینجا که اوکی، خیلی خفن شد. و الان دیگه یه آینه میخوایم که از خواب پا شدیم خیلی راحت و خفن و خودمون رو نگاه کنیم. بعد یه دونه لامپ هم میذاریم که خوابیدنی خاموش میکنیم. خب دوستان، از چیدمان من و اتاق گیمینگ و پسرونه از 1 تا 10 چند میدید تو کامنت ها حتما بنویسید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون باشه.